بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد إنا لله وإنا إليه راجعون. ما هم از جانب الله هستیم و باز به سوی الله باز میگردیم. إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى فلتصبر ولتحتسب أعظم الله أجرك وأحسن عزاءك وغفر لميتك. برادر موحد ما، یکی از بزرگترین طالب علمان اهل سنت و الجماعه، شیخ ابو اسامه که چندین روز در بستر بیماری بودند، امروز به خواست الله و به اذن الله و به تقدیر الله سبحانه و تعالی این دنیای فانی را به دنیای باقی ترک کردند. رحمه الله رحمتا واسعه. رحمه الله طالب علمی که در این سن جوانیش همه عمرش را در تعلیم علم گذرانیده و شکننده کمر اهل بدعت بوده و بیان کننده توحید و دفاع کننده اهل سنت و الجماعه و انکار کننده کفر و شرک بود. الله رحمتش کند. و بیماری گرفتار شد و به همین سبب روزش و نصیبش که آمد الله سبحانه و تعالی جان او را گرفت. الله رحمتش کند و باقی مانده ما را الله سبحانه و تعالی به حسن خاتمه نصیب بکند. من اولا مراجعت می کنم به مادر این برادر عزیز، تسلیت می گویم به مادر و پدر این برادر عزیز، به خصوص مادر که فرزند را بزرگ کرد، در راه اسلام بخشید و در هجرت و مسافرت و در راه طلب علم و دعوت وفات کرد. برای مادر سخت است، لیکن برای مادر میگویم که شما غمگین نباشید، صبر بکنید، اجرش را از الله بطلبید، اجر شما را الله بزرگ کند و وفات کرده که از خانه شما وفات کرد الله رحمت بکند. بدانید که شما بزرگترین مادر هستید که به شما این چنین فرزند را الله نصیب کرد. فرزند موحد، عالم، دعوت کننده به سوی بهترین راه توحید، به سوی لا اله الا الله. جوان بود، در سن جوانی رفت، اما عملی که او کرد، بسیار انسان ها از این دنیا گذشتند و به اون عمل دست نزدند. پس مادر عزیزم صبر بکنید، دعاگوی فرزندتان باشید. بدانید که این فرزند شما به خود دوست ها دارد، برادرها دارد، شاگردها دارد، همه در پهلوی شما هستند. و بدانید که این فرزند شما باذن الله سبحانه و تعالی امیدواریم که در روز قیامت شفاعت کننده شما و دیگر از مؤمنین و موحدین باشند. الله اجازتشان بدهد که موحدین را و شما را شفاعت بکنند. پس انا لله و انا الیه راجعون. این دنیا همین است. همه ما باید آماده باشیم که مرگ همین است. هیچ کسی از مرگ گریخته نمیتواند. اذا جاء اجلهم لا استأخرون ساعة ولا استقدمون. وقتی که وقت اجل می آید، یک دقیقه یا یک ثانیه بعد یا یک ثانیه پیش نمیمیری، در وقتش وفات میکنی. با گریختن، با حرکت کردن از مرگ دور شده و جدا شده و گریخته نمی شود.
این تقدیر است. بله ما غمگین هستیم. این القلب لا يحزن. قلب حزین است، قلب های ما حزین است. و این العین لتدمع، و این چشم های ما آب دیده می برارد. و انا لفراقک لمحزونون یا ابو اسامه، ما به فراق تو، به وفات تو، از رفتن تو محزون هستیم. بارك الله فيكم وحياكم الله وبياكم.